حضرت عمر وقتی که برویش آمدند گفتند که بوسه کردند. اول آمدند به نزد سنگ بوسه کردند. سپس گفتند که من میدونم که تو سنگ هستی، نه ضرر میرسونی نه فایده میبیاری، فقط که من اگر نمیدیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم تو را بوسه میکردن بوسه نمیکردم. یعنی من تو را فقط به یک خاطر بوسه میکنم، به همین خاطر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو دیدم که تو را بوسه کردن. ما که امت و پیروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستیم، همچون اقتدا با پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو را بوسه میکنم، نه به دیگر خاطر. ببینید امروز بعض دشمنای اسلام مسلمان ها را سنگ پرست میگویند. ما هیچگاه سنگ پرست نیستیم. یگانه دینی که غیر الله تعالی دیگر چیز پرستش نمی کند این دین اسلام است. دیگرها یا راهبراشون اطاعت میکنند، پرستش میکنند، یا پول را پرستش میکنند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم عبد الدینار و درهم، بعضی آدم ها بنده دینار و درهم است، به غلامی پول است، به خاطر پول همه کارا میکنند، ناموسش هم میفروشد، آبروش هم میفروشد، هر چیز هر کارا میکنه، نماز هم قضا میکنه به خاطر پول. این دلالت میکنه که از دین و از الله دیده برای او پول بالاتر است. یا بعضی آدم ها همین خیلی بنده وظیفه، به خاطر وظیفه همه کارا میکنند. یا بعضی آدم ها بنده دیگر چیزا، یعنی مخلوق ها، بنده خمیله اومده است در بعضی روایت ها، بنده سر و لباس. یا بعضی آدم ها بنده زنش هست، یا بنده آش معشوقش هست، به خاطر معشوقش همه کارا میکنند. حلال است حرام است اهمیت نمیتید، مهم همین که این راضی باشد. اما مسلمان فقط به خاطر الله تعالی کار میکند. اگر سخن الله تعالی مخالف هوای و نفسش، مخالف وظیفش، مخالف جمع آوری پول و مال باشد، سخن الله مقدم میگیرد. حضرت عمر تاکید کردند، به نزد حجر سنگ سیاه اومدن بوسه کردن. اون وقت خلیفه بودن، مردم اقتدا میکرد، آدم ها از دور و نزدیک به حج آمده بودن. وقتی که میبیند که یک صحابی دستی راستی دستی چپی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، وزیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، سنگ را بوسه میکند، احتمال است که آنها گمان کنند که این سنگ یگان فایده میبیارد یا ضرری را از ما دور میکند. بنابراین گفتند که ای سنگ، من تو را میدونم که تو سنگ هستی، نه فایده میبیاری نه ضرر، من تو را به یک خاطر بوسه میکنم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که تو را بوسه کردم، فقط به همین خاطر من تو را بوسه میکنم. گفتم. بنابراین برادرای عزیز، از کعبه یگان جای کعبه بوسه کرده نمیشود غیر حجر الاسود. حتی رکن یمانی هم بوسه کرده نمیشود. رکن شامی ها به طریق اولا. یگان جای کعبه را بوسه کرده نمیشد غیر حجر الاسود. اونم اگر امکانیت داشته باشید. اگر امکانیت نداشته باشید، من حاضر امکانیت نیست، نه در عمره نه در حج. برای شما این کار، این اصلا بوسه کردن ثواب است، مستحب است، فرض نیست، حتمی نیست، شرط های حج نیست. تونستید بوسه کردید، نتونستید از دور اشاره میکنید، بسم الله الله اکبر گفته با دست راستتون یک مرتبه به رو بروی حجر الاسود که اومدید، بعضی 10 مرتبه میکنن. برای چی؟ بعضی ها حالی نرسیده میکنن. برای چی؟ برای اینکه 10 متر پیشنگاه کرده ایستاده، اینا هم میکنن. اونو رسیدن، آخر اونو در رو بروش رسیدن، تو نرسیدی، تو برای چی میکنی؟ برای چی دست برداشتی الله اکبر گفتی؟ گفتیم اینکه اونو کردن. بعد اینشون دستش بوسه نمیکنن. بعضی ها بسم الله الله اکبر میگن دستش بوسه میکنن. این نادرست است. حالا میاد حدیث دیگری، پیامبر صلی الله علیه و سلم عصاشون به حجر الاسود رسانیدن و به عصای بوسه کردن. اینو شرح میتیم در اونجا. خب این حدیث دلالت میکند که مسلمان غیر الله تعالی دیگر یگان کس یگان چیز پرستش نمیکند و غیر این همین حجر الاسود یگان گوشه کنار کعبه
یا قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مدینه یا عموما این سنگ‌های مرمری مکه یا دیوال‌های مکه رو بوسه کرده نمیشه. اینا از سنگ هستن برادر عزیز. همین سنگی که از جنت آمده است، همون هم حضرت عمر گفتن که ای سنگ اگرچه از جنت آمده باشیم تو سنگ هستی، من تو فقط به خاطر آن بوسه میکنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم که بوسه کردن. صحابه ها واقعا به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدای تام کردن. هیچ کسی مثل صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا نکردن. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در حدیث صحیح ثابت است، در نماز پیشین بودن، از بالای پای افضلشان فرا آمدند، یعنی پای افضلشان رو به بر کردن، کشیدن، از بالایش فرا آمدن به زمینی خالی. تمامی صحابه ها اهل مسجد همین کار کردن. اونا اصلا با پای افضل نماز میخوندن برای آنکه مسجد قالین نداشت. بنابراین گفتن که کسی روز جمعه سنگچه بازی میکند جمعهش بیکار میشد. برای چی سنگچه بازی؟ برای آنکه مسجد چغل میده بود، قالین و یگان بوریا نداشت در ابتدای امر. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پای افضلشان را کشیدن، صحابه ها هم در داخل نماز پای افضلای خود را کشیدن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را خوانده شدن دیدن که همه کشیده است، گفتن که برای چی این کار کردید؟ گفتن که دیدیم که شما پای افضلهای خود را برآوردید، ما هم برآوردیم. پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. یک روز در دست یک آدم انگشترینی طلا دیدم، آمده دستش گرفتن و گفتن که یکی شما به دستش لخچه آتش رو کرده میگردد، یکی شما به دستش لخچه آتشین میکند. گفتند و پرت افتاد، انگشترینش به زمین پرت افتاد و رفتند. چون که انگشترین طلا برای مردها حرام است. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن، صحابه گفتند که گیر انگشترینت را استفاده بر. یعنی انگشترین طلای آدم نگاه دارد حلال است، اجازت است. مثلا یا مردک در خانهش طلا دارد، مثلا خواه انگشترین باشد، خواه مثلا طلاهای حالی طلاهای خام باشد، مثلا اجازت است. یا طلا میفروشد، طلا خریده طلا میفروشد، انگشترین مثلا یا حلقه و دیگر گوشوار و زر و زیورها. خب یا به زنش تحفه میکند، مثال به زنش حلال است که زن انگشترین طلا کند. گیر انگشترینت را استفاده بر. لا اخذه ابدا، من هرگز این انگشترین را نمیگیرم. لقد طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این را رسول الله پرتافتند. یعنی چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پرتافتند ما هرگز نمیگیرم. گفت حالا مونده است که حلال بود گرفتنش. صحابه ها واقعا به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکردند. بنابراین برادران عزیز، وقتی که به حج میروید یگان جا را غیر ان همین حجر الاسود بوسه نکنید. و این حجر الاسود هم بوسه کردنش مستحب است، لیکن اذیت دادن مردم حرام است. زنها که عموما نروید به نزدیکیاش. ما دوره که دانشجو بودیم سالهای 2002 2003 بین رمضان و حج آدم قبول نمیکرد مکه، خالی بود کعبه. در هر یک طواف یک بار بوسه میکردیم، طواف میکردیم. در 5 دقیقه یا 4 دقیقه 7 دور در گرد خانه طواف کرده میشد. دیگه بعد همون دیگه ما هم نتونستیم، دیگر حاجی ها زیاد شد، عمره کننده ها بسیار شد. چی نکن اونجا رفته مثال 30 دقیقه 40 دقیقه 1 ساعت وقت صرف میکنید، مردم اذیت میتید یا مردم شما رو اذیت میدهد و به جای وای شما طواف میکردید، نماز میخوندید، قرآن میخوندید، دیگر عبادت‌های میکردید. بنابراین برادران اینقدر به حجر الاسود با میرن تلفن‌هاشون کتی حاضر ببین که من بوسه کردم. اون یگان فضیلتی خاص ندارد بوسه کردن، فقط این اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم. لیکن اذیت
زیر کردنی پای مردم، خونشار کردنی مردم. این ببینید همون جاهای مردم نواراش مییابند، دشمنای اسلام خاصتا این سنگ پرستا میگن. و نمیداند از مقاصد شریعت، از حکمت های شریعت بیخبر است این ابله ها، لیکن میگرد مسخره میکنه مسلمان ها را. بنابراین برادرای عزیز همیشه علم داشته باشید، هر یک عبادت رو با علم ادا کنید تا اینکه عبادت شما قبول شود.